قیاس کردم آموختم که مسئله خب ریس ها چرا قیمت است. من یک چند قیاس از کشورهای همسایه گرفتم، نو را بگذارین. خب همین بالا را که میبینین، بالا را میبینین مسکو آش. خب 10 دکبر، تاریخ 10 دکبر، دیومش Domodedovo Bishkek, سیومش پولکووا بیشکک. یعنی همین سه تا ریسی که هسته، یکش 10، خب 11 حرکت میکن هواپیما. خب ساعت های پرواز یعنی 4.5 ساعت حرکت میکنه، 4.5 ساعت حرکت میکنه، 4 ساعت و 15 منوت در هوا پرواز میکنه. یعنی مسافه هستین، مسافه‌اش 4.55. نرخوش رو ببینین، 14,732 روبل، 14,000 روبل در 4 ساعت و 30 دقیقه وقتی پرواز میکنه. دویمش 11,000 در 4 ساعت و 15 دقیقه پرواز میکنه. سومش 11,624 روبل روسی. یعنی ببینید که چقدر ارزان است نرخ هواپیما با بیشکک، با شهر اوش، با این کشور، با قرقیزستان منظورم. خب یاد دیدین نرخ را. دوم ایش پولکووا است، شهر اوش. دومش بیشکک. من اینجا با نویسه کرده هستم، نووسیبیرسک بیشکک هستیم، نووسیبیرسک بیشکک. سومش پیتر، سن پتربورگ، شهر اوش. خب ساعتاش، تاریخ روزش هسته، مسافه هاش هسته، قیمت هاش هسته. نگاه کنید، 16,197، 7,263 روبل، 15,868 روبل. میگذاریم بعد تاجیکستان. دوشنبه نگاه کنید، این از پیتر دوشنبه است. یکمش از پولکووا پیتر دوشنبه، دومش از کازان دوشنبه، سومش از نووسیبیرسک دوشنبه. خب ساعتاشو ببینید، 5 ساعت، 3 ساعت و 30 دقیقه، 3 ساعت. نرخاشو ببینید، 36,331 روبل، هر سهش یه نرخ است. مرا بگذاریم. مسافه را دیدین که از 5 ساعت به 3 ساعت میرسه، اما قیمت ها را ببینید که چی قدر است. یک بار ببینید که بحث سری چی است. آیا یک کدام شهروند جمهوری تاجیکستان 36,000 تا بلیت گرفتگی است. بعد از همین من زنگا را قبول میکنم، ارزان ترینش از 43,000 بالا است. یعنی این چیز در نرخ آفیسیالی که میفروشن، از زیر سفارت گرفتن شرکت بلیت فروشی را با مسئولای منطقه دادن که اونها غارتگرایی که در منطقه راهبر هستند. اونها دفتری مخصوص دارن، وقتی که شهروند میره مراجعت میکنه براش میگن بلیت نیست، در بیرون با 4 تا چاپلوس دیگه هستن میگه بلیت هست اما کمی گرانتر است، 48,000 45,000 بده برات بلیت میتم، در حالی که نرخ آفیسیالی سامان ایر 36,000 میگه، گرچنده که گران است، از دیگر کشورها سر 2 برابر گران است. بعضی کشورها 7,000 روبل است هواپیما، مسافه‌اش از این دیگه زیادتر است. اما ببینید نرخ چقدر فرق میکنه، ببینید چقدر اینا مردم فریب میکنن، مردم غارت میکنن. مردم تاجیکستان میبینیم در سخت‌ترین شرایط کار میکنن، ببینیم خیمه گیریم دست همین چاپلوسا میتیم، دست همین حکومت غارتگر، در دست سامانه‌ای که کمپین فرزندای رحمان و دامادا و پسرا و دختراش است میگیریم براش میته، میگه ما بگیر. کشورهای همسایه نظر کنید، هوایولری کشوری همسایه ازبکستان میبره، ارزان ترین 27,000 در
بلیت داره 27000 میبره از همون خود تاشکند مخصوص میکرواتوبوسا بار میکنه میبره از مرز تاجیکستان داخل میکنه از ازبکستان بیرون میشود در سرحد تاجیکستان بسته میشود 3000 روبل دیگه زیادی میگیرن بعد داخل میکنن در حالی که شهروندان میگن ما از تستی کرونا ویروس میگذریم بعد سفر میکنیم اما در مرز میگن خب چون بیماری است باید نظارت دروغ بیمدون یک هفته منشون میگن کسی که مبلغ میتیه میگذره میره ببینین جنایت در کدام سطح هست ساعت نرسیده است که مردم ما استاپ گویم خریدن چیپتا بس است یک ماه بگیم که یک ماه مردم ما میتونیم بایکوت کرده میتونیم که از همین رسورس هایی که حکومت داره استفاده نبریم درآمد عائله هستیم صرف مفت درآمد است همون هواپیمایی که به قزاقستان و قرقیزستان میبره همون سوزشواری میگیره همون مسافت است با تاجیکستان همون رو هیچ وقت ما با هواپیمای مخصوص بیزنس کلاس نمیریم که گران باشه همون سامانری فرسوده شده همون سامانری که از حساب مردم پول ارگتی رو رفتن هواپیما گرفتن سهمیه‌های مردم هواپیماشون برای ما و شما معلوم است هیچگاه در اونجا یک خوراک خورد سه وقت غذای خوبی تاجیکی نیست که دیگه ما بگیم دیدیم کلباسایی که نیم پوست پیاز برای مردم چگونه میتن آباشون رو دیدین که چگونه غذا میتن برای مردم پیش خدمتاشون رو دیدین اما نرخ ببینید چقدر است مردم برای ما میگن که ما سر میکنیم ما گپ میزنیم مرحمت کنین راههای حل مبارزه مرحمت کنین استفاده نبرین برین نزد همون چیز نرخ چیپتر رو ببینین گران است نوار بکنین این من آمدم با فلان دستگاه چیپتر 45000 برای من میگم ما روی برنامه صدای مردم بگی برای مردم نشان بده که یا غارت میکنن ما کردیم همین چیزا بیاین ما یک بار داخلی موضوع شویم بیاین ما از همین کنار شروع کنیم مبارزه را تا زمانی که ما از حق ما دفاع نمیکنیم چرا یک حرکتی مخالف ما باید سنگ بزنید شما فقط حرف میزنید پیشنهادهای ما را قبول کردین ما براتون از این بر پیشنهاد میکنم و یک هفته تا برنامه دیگه انتظار میشم که چند نفر اعتراض میکنین چند نفر میرین نرخ دقیقش هم میبینین نوار میکنین روان میکنین که بله در همین جا همین مشکلات هست اینا فلان شهر مسکو سن پترزبورگ نوسیبیرسکی دیگر شهرهای کازان دیگر شهرهای کاستای من نرخ چیپتا من قزاقستان من قرقیزستان من تاشکند من تاجیکستان دوشنبه چقدر نرخ فرق میکنه 20-25 هزار فرق است در وسط میفهمین